بسم الله الرحمن الرحیم. در موضوع امروزه چه خیلی که میبینید در بالای حرف های لام تشدید است. وظیفه تشدید چیست؟ وظیفه تشدید حرف را با حرف چسباندن و دو بار تکرار کردن. مثال چه خیل؟ الا، بلا، تلا، ثلا، جلا، حلا، خلا. همین خیل. وقتی که در بالای حرفی که تشدید آمد حرفی پیشش بوده را با او میچسبانیم. الف با لام زبر ال، لام الف زبر لا، الا. ب با لام زبر بل، لام الف زبر لا، بلا. چه خیلی که گفتیم لام الف در اینجا دو حرف است، لام و الف. ب با لام زبر بل، لام الف زبر لا، بلا. ت با لام زبر تل، لام الف زبر لا، تلا. س با لام زبر سل، لام الف زبر لا، سلا. جیم با لام زبر جل، لام الف زبر لا، جلا. ح با لام زبر حل، لام الف زبر لا، حلا. خ با لام زبر خل، لام الف زبر لا، خلا. دال با لام زبر دل، لام الف زبر لا، دلا. ذال با لام زبر ذل، لام الف زبر لا، ذلا. ر با لام زبر رل، لام الف زبر لام الف زبر لا، رلا. ر با لام زبر رل، لام الف زبر لا، رلا. ز با لام زبر زل، لام الف زبر لا، زلا. سین با لام زبر سل، لام زبر لا، سلا. شین با لام زبر شل، لام الف زبر لا، شلا. صاد با لام زبر صل، لام الف زبر لا، صلا. ضاد با لام زبر ظل، لام الف زبر لا، ظلا. تا با لام زبر طل، لام الف زبر لا، طلا. ظا با لام زبر ظل، لام الف زبر لا، ظلا. عین با لام زبر عل، لام الف زبر لا، علا. غین با لام زبر غل، لام الف زبر لا، غلا. ف با لام زبر فل، لام الف زبر لا، فلا. قاف با لام زبر قل، لام الف زبر لا، قلا. قاف با لام زبر قل، لام الف زبر لا، قلا. کاف با لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا. لام با لام زبر لل، لام الف زبر لا، للا. میم با لام زبر مل، لام الف زبر لا، ملا. نون با لام زبر نل، لام الف زبر لا، نلا.
واو با لام زبر ول، لام الف زبر لا، ولا. ه با لام زبر هل، لام الف زبر لا، هلا. لام الف همزه، یا با لام زبر یل، لام الف زبر لا، یلا. چه خیلی که گفتیم همین تشدید که در بالای کلام حرفی که آمد 2 بار تکرار می شود. زده یعنی که الله، بلا، تلا، سلا، جلا، حلا، خلا. همین خیل.